هر برنامه به یه سطح مشخصی از تنظیمات انوایرنمنت مخصوص به خودش نیاز داره که داخل یه فایلی مثل اینا نگهداری میشه. بهش فکر کنید، مواردی مثلا مثل اینکه آیا برنامه من توی حالت دیباگ مود هست یا نیست، یا اسم دیتابیس برنامه من، یا هاست و پورتی که سرویس ایمیل من استفاده میکنه، یا حتی اکسس ها، کی ها، سیکرت ها و حتی توکن هایی که برنامه های ترد پارتی و سوم شخص به شما میدن و برای استفاده از اونها نیاز دارید رو میتونید اینجا داشته باشید. پس هر چیزی شبیه این مواردی که گفتم باید توی فایل .env شما باشه. الان بهتون نشون میدم. اگر وارد پوشه بندی پروژه بشیم و وارد فایل .gitignore بشیم، اینجا فایل .env هم هست. این به این معنیه که این فایل نباید داخل ورژن کنترل مثلا گیت هاب قرار بگیره. من نمیخوام مثلا مواردی مثل توکن ها، اکسس ها، کلید های مخصوص به خودم رو اونجا قرار بدم که اینطوری باشه که همه بتونن، هر کسی بتونه بیاد اینجا و این موارد رو ببینه. پس ایده برای پیاده سازیش اینه که شما این موارد رو بیایید داخل مثلا همچین فایلی تعریف بکنی که یک فایل محافظت شده و پرایوت هم هست که برنامه شما هیچ وقت به مقدار این موارد اشاره نمیکنه و دسترسی نداره. در واقع برنامه شما به یک کلید دسترسی داره و اون رو فراخوانی میکنه که اون کلید به یک مقدار اشاره میکنه. یه مقدار فکر میکنم گیج کننده شد. اینجا رو داشته باشین. اگر که من اینجا فولدر کانفیگوریشن خودمو باز بکنم، یک سری موارد تنظیمات اینجا برای من لیست شدن. تو این قسمت ما میخوایم در مورد دیتابیس صحبت بکنیم. پس دیتابیس رو باز میکنم. اینجا اول از همه در مورد کانکشن دیتابیس خودمون صحبت میکنیم که به صورت دیفالت اگر که همچین چیزی وجود نداشت MySQL قرار میگیره. من میتونم از همین MySQL استفاده کنم یا حتی از دیتابیس SQLite. میبینید که لاراول داره از این فانکشن .env استفاده میکنه. در واقع در تمامی این مواردی که اینجا تعریف کرده داره از .env استفاده میکنه. به همون دلیلی که قبلتر چند دقیقه قبل براتون توضیح دادم. در واقع داره میگه که آیا شما اصلا کلیدی با نام DB کانکشن تعریف کردی؟ اگر که تعریف کردی که مقدارش رو میخونه. اگر نکردی به صورت دیفالت MySQL رو فراخوانی میکنه. پس بذار نگاه کنیم. اگر برگردیم به .env، DB کانکشن اینجاست. و اگر که از DB کانکشن رو در واقع تعریف نکنید این کلید رو، از MySQL استفاده میکنه. اما اگر بخوام از مقادیر دیگه‌ای که ساپورت میشن، پشتیبانی میشن توی این مورد خاص دیتابیس استفاده بکنیم، مثلا SQLite، خیلی ساده می‌نویسیم SQLite. الان پروژه من داره از دیتابیس SQLite استفاده میکنه. به همین سادگی بعدش میگردونم به قبل MySQL و الان پروژه من داره از دیتابیس MySQL استفاده میکنه. خیلی خفن، ساده و باحال. فکر کنم لپ مطلب رو گرفتید. حالا چرا نه دیتابیس خودمون رو راه اندازی کنیم و بقیه موارد رو ببریم جلو. ببینید به صورت دیفالت لاراول یک سری موارد رو برای ما حالا توی این مقوله دیتابیس برای ما تعریف کرده. مثلا گفته که از MySQL استفاده بکن، یا هاست شما لوکال هاست، یا پورت اسخای میکنم IP 127.0.0.1 هست، یا از پورت 3306 استفاده کن که پورت خیلی معمول و پیش‌فرضه، یا از نام دیتابیس خودت اینجا چی میخوای قرارش بدی که حالا اینجا نوشته لاراول، پروژه من اسمش بلاگه، میذارمش بلاگ. نام کاربریت توی این دیتابیس چی هست که روت پسورد هم بلانک یا خالی، که به صورت پیش‌فرض این مواردی هست که توی اتصال به دیتابیس تعریف شده. برای اتصال به دیتابیس MySQL ترمینال رو باز میکنم با یه دستور که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. میخوام شما آشنا بشید. PHP Artisan Migrate. این رو اجرا میکنم. میگه که دیتابیس بلاگ وجود نداره توی کانکشن MySQL. آیا میخوای اون رو ایجادش بکنی؟ Yes. یک سری موارد رو اینجا برای من انجام میده که به نظر میاد اینا جدولن. بریم ببینیم. برای اینکه محیط مدیریت دیتابیس خودم رو باز بکنم، وارد محیط PHP MyAdmin میشم. این محیط PHP MyAdmin یک مدیر برای دیتابیس MySQL. دیتابیسی که ساختیم بلاگ اینجاست. اگر که من اینو بازش بکنم قاعدتاً چیزی داخلش نباید باشه. اما 5 تا جدول برای من ساخته. 5 تا جدولی که
فکر میکنم توی اون مایگریتی که اونجا گرفتیم، اون مواردی که برای ما خروجی گرفت، همین 5 تا جدول باشن. ما اینجا اومدیم با دستور PHP Artisan Migrate این خروجی رو ازش دیدیم. Create Users Table Done. پس احتمالا میتونم متوجه بشم که دستور PHP Artisan Migrate برای من جداول در انتظار اجرا شدن توی لاراول رو اجرا میکنه. یعنی جداولی رو تعریف کردیم و اونها هنوز اجرا نشدن. با این دستور میتونم از اون جدول‌ها خروجی بگیرم و یکی یکی اونها رو داخل دیتابیس خودم ایجاد بکنم. برای دسترسی به دیتابیس و مدیریت خیلی راحت‌تر اون، من میتونم از یک سری موارد استفاده کنم. میتونم از PHPMyAdmin استفاده بکنم، میتونم از Table Plus استفاده بکنم، یا میتونم از MySQL Workbench استفاده بکنم که ترجیح خود من داخل این آموزش PHPMyAdmin. شما میتونید حتی از Table Plus هم استفاده بکنید. اینجا Table Plus رو برای ویندوز دانلود میکنید، اگر هم که مک دارید که برای مک Table Plus و اون رو اجرا میکنید. برای راه اندازیش Table Plus رو میارم بالا، اینجا اجرا میشه. روی این به اضافه کلیک میکنم، MySQL. این تنظیمات برای من میاد بالا. اسمش رو مینویسم مثلا بلاگ. میگه چه رنگی میخوای داشته باشه؟ من مثلا آبی فکر میکنم کارمون رو راه بندازه. چه هاستی؟ قاعدتاً لوکال هاست. چه پورتی؟ 3306. ببینید این موارد تمامی این مواردی هستن که داخل فایل .env خودمون مشخص کردیم. یوزر قاعدتاً روت، پسورد هم خالی. میگه از چه دیتابیسی میخوای داخل این کانکشن استفاده کنی؟ از دیتابیس بلاگ. اسم دیتابیس من بود دیگه. میام و فکر میکنم چیز دیگه نیاز نیست. تست رو میزنم. Connection is okay. حالا سیوش میکنم و روش دابل کلیک میکنم و این محیط دیتابیس منه. عالی. حالا توی اپیزود بعدی بریم ببینیم چی داخل اینا هست.